سلام بر شما نیکان، وقت بخیر. توی دایرکت ها و توی پیام های مختلفی که به من داده بودین یک سوال مشترک خیلی زیاد تکرار شده بود که چرا من در پیج اینستاگرامم که شما فالوور اون هستین در خصوص ناهنجاری های اسکلتی عضلانی یا آسیب های ورزشی یا آسیب های اسکلتی عضلانی هیچ گونه تمرینی رو ارائه نمیدم و یا پیشنهاد نمیکنم. برای همین تصمیم گرفتم که این ویدیو رو برای شما پر کنم و در خصوص دغدغه‌هام و نکات لازم و آگاهی هایی که علم الان در اختیارمون قرار داده برای شما ازش صحبت بکنم. پس با من در ادامه همراه باشید. نکته اول به این برمیگرده که ما انسان‌ها علیرغم شباهت‌هایی که با نسل بشر داریم ولی در همون بدو تولد تفاوت‌هایی رو با همدیگه داریم، حتی با افراد خانواده‌مون، چون یک سری مسائل از طریق ارثی و ژنتیک به ما رسیده. و بعد از اینکه متولد میشیم، اینکه در چه محیطی زندگی کردیم، با چه فرهنگی، با چه روحیاتی و اینکه لایف استایل ما چی بوده، چه جوری درس خوندیم، کجا درس خوندیم، چه رشته تحصیلی رو در دانشگاه پیش گرفتیم، آیا ورزش کردیم یا نکردیم یا همچنان ورزش ادامه میدیم، نحوه وضعیت بدنیمون در طول روز چه شکلیه و چه عادتهایی رو داریم، شغلمون چی بوده، رشته تحصیلی دانشگاهمون چی بوده، همه اینها میتونه اثرگذار باشه در فرد و هر فرد رو به صورت منحصر به فرد و خاص با یک فرد دیگه متفاوت کنه و الگوهای متفاوتی رو در فرد ایجاد بکنه. پس با توجه به این تفاوت‌هایی که به عنوان نسل بشر با همدیگه داریم که از یک انسان به یک انسان دیگه کاملا متفاوته، پس میتونیم این ادعا رو داشته باشیم که در هر ناهنجاری، مثلا ناهنجاری زانوی پرانتزی، میتونه به تعداد آدم‌هایی که زانوی پرانتزی دارن الگوی زانوی پرانتزی به صورت متفاوت وجود داشته باشه. پس هیچ وقت نمیتونیم یک انسان دیگر رو اگر زانوی پرانتزی داره شبیه یک انسان دیگه‌ای که زانوی پرانتزی داره ببینیم و نگاه کنیم. و از طرفی هم علم فیزیولوژی و علم تمرین این صحبت رو میکنه که اصل ویژگی فردی وجود داره و همونجا میگه که هر تمرینی باید منحصر به فرد و برای هر فرد خاصی به طور جداگانه طراحی و اجرا بشه. در خصوص الگوهای متفاوت در یک مدل ناهنجاری که شاید به طور مشابه در همه آدم‌ها وجود داشته باشه، میتونم این رو بگم که نکته مهم اینه که شاید علت بروز اون ناهنجاری در یک انسان با یک انسان دیگه متفاوت باشه. ما وقتی که شروع به ارزیابی میکنیم افراد رو، دنبال این میگردیم که چی اصلا باعث بروز این ناهنجاری شده. آیا این ناهنجاری ثانویه است که در اثر جبران به وجود اومده یا نه خودش در ابتدا به صورت ناهنجاری ایجاد شده و چه نیروهایی باعث ایجاد این ناهنجاری شده، چه عضلاتی رفتن در فاز تای شدن و خیلی منقبض شدن، چه عضلاتی بیش از اندازه اکتیو یا همون کلمه اوور اکتیو شدن. پس به این دلیل میتونیم بگیم الگوی ناهنجاری ها در افراد مختلف میتونه متفاوت باشه و برای همین دنبال علت اصلی میگردیم. تکست های قدیمی زیادی به عنوان منبع رشته ما وجود داشتن، مثل کتاب کندال، کتاب کشباتل که هنوز خیلی از موارد رو بهشون میشه ارجاع داد، ولی در خصوص خیلی از موارد تغییرات صورت گرفته که علم مرتب رو به پیشرفت هستش و تجربه و تحقیقات اخیر نشون داده که در خصوص ناهنجاری ها من متخصص بعد از ارزیابی باید دنبال این بگردم که علت اصلی ناهنجاری چیه و سنگ بنا و کیستون اصلی این ناهنجاری ها در کجای بدن اتفاق افتاده. شاید یکی در اثر شست کجش دچار عارضه‌ای در لگن بشه، شاید یکی در اثر یه اوور اکتیو بودن عضله‌ای در ناحیه کمرش باعث چرخش فمور و چرخش استخوان تیبیا بشه. برای همین من متخصص آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ارزیابی رو باید به عنوان اهرم اصلی خودم قرار بدم تا با شناخت بیشتر بتونم طراحی تمرین رو انجام بدم. پس با همه مواردی که گفته شد در ویدیوهای قبلی، چجور من متخصص بیام در پیجم در خصوص یک ناهنجاری که میتونه در هر آدمی الگوی منحصر به فرد خودش رو داشته باشه، بیام تعدادی تمرین بذارم که نه بگم تو فاز ریلیزه، نه بگم تو فاز قدرت، نه
انعطاف پذیریه، نه توی فاز یک پارچه سازیه. پس قطعا این کار رو نخواهم کرد. چرا که اگر هر انسانی، هر کدوم از این فالوورهای من بیان یکی از این تمرینات رو به تشخیص خودشون که فلان ناهنجاری رو دارن انجام بدن، ناهنجاریشون بدتر بشه یا مشکل دیگه‌ای براشون پیش بیاد و یا نه اصلا تغییری نکنن و امیدشون رو از دست بدن، من متخصص و منی که صاحب این پیج هستم در قبال این موضوع مسئولم. پس قطعا این کار رو نخواهم کرد و شما هم از من نخواهید که این کار رو بکنم. پس اینجا موضوع ارزیابی هر فرد به صورت منحصر به فرد پیش میاد. این که بعضیاتون تو خیلی از موارد از من خواستین که زانوی پرانتزی دارم، میشه برای من تمرین بفرستید. این در واقع یه خواسته اشتباه از یک فرد متخصص آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی هستش. چرا که اگر من بدون ارزیابی شما رو تمرینی براتون ارائه بدم، قاعدتاً انگار که ندیده و نشناخته و بدون اینکه الگوی شما رو در بیارم و علت اصلی ناهنجاریتون رو در بیارم، برای شما تمرینی رو نوشتم که به کارتون اصلا نخواهد اومد یا با شما کاری رو انجام دادم که اصلا نسخه شما نیستش. برای همین ارزیابی یک فرد هم از منظر استاتیک و هم از منظر داینامیک و هم به صورت پاسچر ثابت و هم به صورت فانکشنال مهمه که من متخصص آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در وهله اول باید جزء وظایف خودم بدونم و این کار رو برای هر فردی جداگانه انجام بدم. و قطعا در ارزیابی هامون بر اساس متد NASM National Academy of Sport Medicine تست های مختلفی رو از فرد خواهیم گرفت. هم تست انعطاف پذیری، تست قدرت، تست در واقع عملکرد یک پارچه و هماهنگ بدن، تست های فانکشنال و تست حتی ساده‌ای مثل راه رفتن، مثل دویدن، مثل نشستن و برخاستن فرد مورد نظر خواهد بود تا بتونیم با توجه به ادعایی کردیم که به تعداد آدم‌هایی که یک ناهنجاری مثلا مشترک رو دارن الگوهای متفاوتی وجود داره، بتونیم الگوی هر فرد رو در بیاریم و طبق اون برای اون فرد پروتکل تمرینی طراحی کنیم. همین متد NASM در خصوص طراحی پروتکل تمرینی توصیه‌هایی داره. میگه پس از اینکه ناهنجاری‌های فرد رو ارزیابی کردید و موارد مورد نظر و کیستون ناهنجاری‌های فرد رو پیدا کردید، تو مرحله اول طراحی و پروتکل تمرینی باید برید سراغ رهاسازی و ریلیز کردن عضلات و مایوفاشیال‌ها و پس از اون طراحی تمرینات باید بره سراغ انعطاف پذیری و سپس سراغ تمرینات قدرتی و در نهایت تمرینات یک پارچه سازی و اینتگریشن باید انجام بشه. و برای همینه که اگر که الگوی یک فردی با الگوی فرد دیگه متفاوته، توی تک تک این مراحل NASM کاملا متفاوت میشه که من سراغ چه عضلاتی برم برای هر بخش و روی اونها بخوام کار بکنم. در انتها امیدوارم که نکاتی که براتون گفتم مورد نظرتون بوده باشه و بتونید ازش استفاده کنید و بپذیرید صحبت‌های من رو و ازتون میخوام اگر نکته نظری، پیشنهادی، انتقادی، حرفی دارید حتما در زیر این پست برای من کامنت کنید و ممنون میشم که با حرفاتون، با صحبتاتون، با نظراتتون برای من روشنگری ایجاد میکنید. متشکرم. خداوند یار و یاورتون باشه. شب و روزتون بهشت رفقا. خدا نگهدار.